خونه گفتیم که آره همینجا باز بیاریم. بدین 25 تومن موندن. اگه 25 شد، اگه 30 تومن شد من بود بدم بعدا همین دیگه بچه. روز اول تمام شد. آشغالا رو بذاریم دم در، کم بریم سری خریدای اولیه رو بکنیم، مثل پادری و سری برچسب برای در اتاقا و دیگه توری بخریم برای پنجره ها. خرید دان ولدان هانی ولدان. یکی نیست بگه چرا ما اینقدر مشکی پوشیدیم. من آدم برشسته که نداره قصه نمیخوره. بابا یواش ارمی. رسما اولین شب مستقل شدن رو شروع کردیم. داشتم چشمای من که اینجوریشون گریه کردم و نمیدونم اتاقمو که اونجا تمیز کردم و اینا خیلی خالی بود. حس خیلی بدی داشتم، یعنی از اینه که میخوای بری دیگه بر نگردی. ولی خب دیگه اینم خیلی جذابه. اتاق رو بهتون نشون میدم. خیلی کار داریم. اینا سرویس قدیمی منه. مثلا مشاهده میکنین چسب و اینا هست، باید همه رو تمیز کنم و کلی لباس اینجاست که باید همه رو بچینم. اینجام لباسه و هنوز پرده هم نداره، پرده هم باید بذاریم دیگه. بریم شروع کنیم. مناور خانه برو خرید کن، عزیزم هیچ چیز خونه نداریم. اصلا برو
ته ظرفا که اینجوری چسبیده و راحت هم کنده نمیشه با مایه و آب، یکم نفت بزنید حالا یه پارچه‌ای دستمالی و خیلی راحت حلش میکنه و تمیز میشه. تا تریک های خانه‌داری دیگر، خدا نگهدار. بکنم نوده باید نصف کنیم. من نمی‌کنم. من مامان نصف نمی‌کنم. من که تو اینجا بشم میشه یکم شور میشه و آره، بعد همه من بعدم نودل درست کنم واقعا میخوام. ولی من استثنا یکی از مثلا بچه‌هایی که قبلا باهاش دوست بودم نودل رو سوزون. ماشالله سرش بر شف اصل چه میکنه این بازی کن دیزاین رو ببین. وای یه دقیقه خوشو سلف بابا من یزید دوزم من دارم زحمت میگشم اینجا. رفتارهای اینجوریتون رو بزنین کنار واقعا. به خودت امشون شده بیا فوتبال ببینیم ساعت چند شد؟ چرا من نشدیم اول از این سالی تجهیزات فوتبال نداری؟ سه؟ What? دو دقیقه بودن. پیراهن میرسه و فشار توی اندرز خودسا شد. نقشه گذاشتن که راندو نزنه چون همه حواسه رو راندو. ساعت چنده؟ 3 شب. خب اصلا یه شب اینجا خوابید چون کار دانشگاهیش باید میرفت اینا برای انتخاب واردش. من خب عملا اولین شبیه که میخوام اینجا بخوابم. مستقل شدن هم سخته هم جذابیت خوشی داره ولی خب در کل هنوز نفهمیدیم چی شد. یکم باید بگذره دانشگاهمون شروع شه اون موقع معلوم میشه که چی شد. خب همه چی رو چیدم تقریبا تموم شد خونه. یه سری چیزا مونده مثلا صندلیم باید بیاد آخر هفته میشه دیگه باید صندلیمو بیارم. یه سری چیزا برای حال مونده باید بیاریم و اینکه همین دیگه در کل تموم شد و شبتون بخیر. 12 seconds later. بذار من برم بخوابم. نه قیبت سر شب تازه من ساعت چنده؟ بله تازه میخوام چای دم کنم دوباره.